وزارت مدافع تاجیکستان روز 21 اکتبر سال 2023 در سامانه رسمیش خبر داد که در 20 روز اول دعوت تیرماهی یعنی از 1 تا 20 اکتبر نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح در سراسر جمهوری 66% اجرا شده است. برای مقایسه در دعوت بهاری نقشه دعوت در 20 روز اول همگی 50% و حتی در ظرف یک ماه اول همگی 63% اجرا شده بود. بنا به اطلاع پلکونیک فریدون محمدعلی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناحیه‌های رشت، سنگوار، لخش، نورآباد، تاجیک‌آباد، وخش و فرخار علاقه روز 1 اکتبر در نخستین روز دعوت اولین شده در جمهوری از اجرای پوره نقشه گزارش دادند. پلکونیک محمدعلی زاده خبر داد که در 20 روز دعوت تیرماهی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری نقشه دعوت را 73%، ولایت ختلان 71%، شهر دوشنبه 65 و ولایت سوخت 54% را اجرا کردند. وزارت مدافع تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در 10 روز اول دعوت تیرماهی اجرای نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح در سراسر جمهوری 55% را تشکیل داده. علاقه 15 شهر و ناحیه‌های جمهوری و همه شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه از اجرای پوره نقشه دعوت گزارش دادند. موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان رسما 1 اکتبر آغاز یافته. این موسم دعوت تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت از ابله و یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازار را دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در جامعه چنین شیوه‌های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم میکنند و میگویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله و که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند.